در سالهای اخیر رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین از جمله هوش مصنوعی زمینه‌ساز تحولی چشمگیر در صنعت بانکداری، خدمات مالی و اعتباری شده است. در این میان نباید نقش بازیگران نوپا در این حوزه را که در قالب استارتاپ‌ها فعالیت می‌کنند نادیده گرفت. استارتاپ‌ها که عمدتاً متشکل از نیروهای جوان، متخصص و با انگیزه هستند، می‌کوشند جایگاه خود را در سیستم‌های مالی نوین به اثبات برسانند و شرکت‌های سنتی را به چالش بکشند. شرکت امیدبوم به نیابت از بانک سپه با راهبری هلدینگ فناوری اطلاعات و شرکت‌های همکار خود در حوزه فناوری اطلاعات تلاش می‌کند تا با ایجاد یک اکوسیستم در حوزه وینتج، هوشمندسازی کسب و کار و حوزه‌های نوین مالی بانکی ضمن شناسایی نیازهای فناورانه کشور مسیر رشد استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان را سرعت بخشد. شرکت امیدبوم در راستای برنامه‌های خود می‌خواهد سامانه‌های جامع و پلتفرم‌های یکپارچه‌ای را عرضه کند تا محلی برای ارائه خدمت و توسعه کسب و کارها باشد و به منظور تحقق اهداف خود برنامه‌های متعددی را از جمله فینتک، نئو بانکینگ، ولستک، لگو بانکینگ، دیجیتال اوثنتیکیشن، API گتوی، لنتک، دیجیتال ترانسفورمیشن، اوپن بانکینگ، اینداستری 4 و بلاکچین خواهد داشت. گسترش فناوری اطلاعات در جهان باعث تغییر سبک زندگی مردم و کسب و کارهای مختلف گردیده است. بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنا نبوده اند و به دنبال ایجاد تحول در عرصه خدمت رسانی به مشتریان خود می باشند و به دنبال بانکداری بدون شعبه و بدون مراجعه حضوری برای ارائه خدمات مناسب، بروز و در کمترین زمان و از طریق ابزارها و کانالهای جدید ارتباطی بر بستر آنلاین می باشند. از جمله مصادیق این تحولات فناورانه در صنعت بانکی ظهور نئوبانک است. نئوبانک ها با ویژگی هایی همچون چابکی، سرعت در توسعه محصول، قابلیت شخصی سازی، فراگیری، در دسترس بودن در هر زمان و مکان، تمایز در ارائه محصولات خاص و شناسایی حلقه‌های مفقود ارائه خدمات مالی در زیست بوم بانکی، خدمات نوآورانه هوش مصنوعی و بیگ دیتا، خلق ثروت و ارائه خدمت به هلدینگ ها در حوزه کسب و کار جدیدشان شناخته می شوند. شرکت امیدبوم به عنوان مجری انحصاری بانک سپه در راستای ارائه یک نئوبانک به مفهوم واقعی گام‌های بلندی برداشته است. در همین راستا توسعه و بسط مفهوم واقعی ارائه خدمت بانکداری پایه سرویس برای مشتریان و ذی‌نفعان یکی از مهمترین اهداف کارکردی این پروژه نوین است. اکنون در امید بانک سرویس هایی از قبیل بانکداری قرض‌الحسنه دیجیتال، خدمات اعتباری داریک، خدمات نانینو، خدمات ارزش افزوده بانکی و غیر بانکی را ارائه و رویای سرویس های همیشه در دسترس و همه جا را فراهم می کند. هر روز منتظر سرویس های جدید از امید بانک باشید، چون امید بانک نقطه شروعی است، بلکه یک سفر در دنیای دیجیتال هوشمند و همیشه بروز است. رویایی داریم که نیازهای شما را پاسخ می‌دهد. با امید زندگی کن. امید بانک.